آقای جوزف وازلی، در این مدتی که شما میزاکونه درس دادرین ما خیلی از شما راضی هستم و خیلی هم شرمندم که شما دستمزد دیر بو. خواهش کنه. خب قرار بود ماهی $30 شما ندیم. ماهی $40 قرار بود مهدی. نه ما یادداشت بودم $30. ما همیشه معلمان $30 دینم. خب 2 ماه کار بودین. 2 ماه و 5 روز. درست 2 ماه کار بودین. ما یادداشت بودم. 2 ماه $60. 9 یک شنبه و 3 روز تعطیل عید. از او طرف 3 روز که میزاک مریض بود شما کار ندین. 4 روز هم که دندون درد داشتین. پس چه بنه 7 روز ایره. 12 روز هم آره. روی هم بنه 19 روز. پس $41 باید شما هدیم. خب راستش شب سال نو یک تا استکان نلبکه بشکنین بنا $2. یه روز هم شما حواس ننبو میزاک بشد در سر اینو لباس پاره بابا $10 خسارت مبزین. یه روز دیگه هم شما حواس ننبو همه کلفت سابق به من میزاک کفش بودوزه اونم بنا $5. 10 ژانویه هم $10 از مو دستی ایتین. ما هیچ وقت از شما پولی هایندم. چرا؟ ما ایره یادداشت بودم. پس 2 5 و 10 و 10 بنا 27. 27 هم از 41 کم کنیم من $14. $14 باید میشه برده. با خدا ما از شما هیچ پولی هایندم. فقط یه بار از شما خانم $3 دستی هایده بوم. آه اینو چرا یادداشت ندارم. پس $3 هم کم کنم بنا $11. پس $11 شما دستمزد بده. آخه چیسه؟ باشه شما دست در نکنه. زهر مار شما دست در نکنه. متی سر کلا ندارم بعد تو سپاسگزاری کنی؟ آدم هم اینقدر دست پاچلفتی و بیارزه بنه؟ خب 2 ماه و 5 روز کار بودی بنه $87. و $3 هم که دستی هایتی به هیچی. شما دست در نکنه. ما از این پارادوکس ناراضیم. الان تو در حدی هستی که از نمایشنامه آنتوان چخوب انتقاد کنی؟ اون نمایشنامه آنتوان چخوب کار ندانم که این پسرهایی که نقش آدم بیورزه بازی کنه دست فروش بازارمه. از او غلطاقایی هستی که از همه گرانتر فروشنه. بعد ایره به من مظلوم بازی در آورده داره. اصلا به قابل هضم نه. آها تو چرا هیچ وقت من نیاز تاعت لذت ببری آخه؟ بلیت مجانی همه با این تاعت بدیم بعد خوشحال ببیده. به خاطر بلیت مجانی باید همه دهنتا بدیم. یه روزم تی دهنتا بند. اینم شد حرف. آها نمونه ای تو آقا. بابدی